با نام خدای یکتا سلام. من حکیم هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه که در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش های روزگار و هموطنان عزیزی که در داخل تاجیکستان هستند خوش و خندان لبخند بر لب داشته باشند. دوستان اگر تازه با کانال ما آشنا شدید لطفا کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شدن را فراموش نسازید و زنگوله دائمی را فشار بدهید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز باشید. با نام خدایاد خدا سلام دوستان عزیز. امروز ما سفری داریم به یکی از شهرهای باستانی فرانسه، شهر البی، و دوستان ما را شما همراه باشید و ببینیم که چی از سفر امروز ما چی چیزا دریافت کرده میتونیم و چی چیزای جالب و دیدنی را از شهر البی با هم میبینیم. و دوستان عزیز به شبکه ما سر بزنید، شبکه ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شید و به دوستان خود بفرستید. و دیگه وقت شما را نمیکنم، زود برمیگردیم، با ما باشید. ما نصیب باشه در کوچه برا آمدیم، در راه کلان راسته شهر البی و ببینیم که چی چیزا ما را انتظار در شهر البی. گرچند ما سالی گذشته هم رفته بودیم البی، خیلی شهر زیبا و دیدنی و جاهای قدیمه خیلی زیاد داره و ببینیم که چی تغییراتی آمده نسبت به سال گذشته امسال. و اون خاطر میریم انشالله با ما باشید. بازم دوستان عزیز برنامه های ما جریان ادامه دارن، زود برمیگرده. شهر البی رسیدیم یا بیاید خرگاه سنتری شهر البی. دوستان ما نزدیک شده به شهر البی، هنوز نرسیدیم در مرکز، ما در اطراف هستیم. هم شهر البی از راسته کلانی شهر البی باشه. نما نام بخرید نصیب. داخل شهر البی میدم میریم مال مرکزش. شهر البی، داخل شهر البی بریم طرفی مرکزش. Sur votre droite, le nouveau grand théâtre, espace culturel, salle de spectacle, cinéma. Et nous allons très prochainement nous garer. Nous nous rapprochons du centre-ville, du centre historique. Nous vous proposons tranquillement, une fois sortis du bus, de nous diriger vers l'office du tourisme et la cathédrale pour récupérer des plans et des informations. Et ensuite, ça sera quartier libre pour tout le monde. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم ما امروز البی اومدیم و خواستیم از جاهای تاریخی اینجا هم دیدن کنیم. چرا البی؟ به خاطری که اون سال گذشته ما اومده بودم البی و نوار و چی هم داشتم، به خاطری که امسال کودکا در این ماه کانیکولن، میگه گفتیم بیکار نمونیم
یک روز بعد مکهشون سر میشوه و در این تعطیل بسیم بیا یک بچه ها رو ببرم تماشا. شما یک دفعه ای را ببینید برادر چیه اینجا. این قصر را ببینید شما یک بار. چه قصری با حشمتی، چه کاتدرال، یا کاتدرال میگن با حساب ما و شما کلیسا. کلیسا رو بی کلان نیشه؟ خیلی کلانتره کلیسا. با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. دوستان ما امروز فعلا قرار داریم در شهر البی. آمدیم به جای تاریخی و آمدیم به کاتدرال شهر البی که شما در تصویرش در نمایش خود می‌بینید. خیلی جای قدیمی است و یکی از کلانترین کاتدرال‌های است که با خشت سرخ ساخته شده است. و دوستان ما را در شبکه ما را در یوتیوب دنبالگیری کنید، به شبکه ما سر بزنید، شبکه ما را کانال ما را سابسکرایب کنید، به کانال ما ابونه شوید و با دوستان خود بفرستید. و فکر ملاحظه در حال پیشنهاد چارج که داره زیر ویدیو با ما کامل می‌سازم. دیگه فعلا شما را به خونه خود می‌سپارم، با ما باشید. برنامه ما جریان دارد و ببینید که امروز چه چیز برای شما ما آماده کرده می‌کنیم. با امان خدا. دوستان ما از نزدیکتر اومدیم به کاتدرال. شما را یک بار از نزدیک ببینین. هیچ خیلی هست. بچه این سرش خلاصش چه خیلی شد. ببین چه خیلی ساخته شده گه. این یگانه کاتدراله که ایکی پیچ سرخ ساخته شده گه و یک بگیم در جهان یکی از کلانترین ها به حساب بشه و اون خاطر خیلی اینجا تماشابین و گردشگر زیاد داره و انشالله ما میریم داخلش. در داخلش چی گفتن دوستان؟ چنانچه گفتیم ما اومدیم شهر البی. اینم کاتدرال شهر البی و ما رو همراه باشید. ما میریم نصیب باشه درونش که ببینیم در درونش چی چیزا داره و اینم به حساب کوچه ای مرکز شهر و کاتدرال با ما باشید دوستان. مجسمه ها و ساختکاری هایی را بینید، هیکل‌تراشون چی چیزا ساختگی‌اند. منظور از نمایش های ما برادران فقط شما را آشنا ساختن به جایهای فرهنگی فرانسه از نه چیز دیگه. اگر چیز دیگه نکنید مقصد چیزی که من به نوار میکشم به خاطر که ببینیم مردم چیزای قدیمه و مثلا مقدسات خدا چقدر نگاه کردگی‌اند. میریم نصیب باشه درونش. دوستان اینجا رو ببینید چه خیلی گفتی زحمت کشیدن و خیلی هم دیدنی و جالب است. ما دیگه هیچ چیزی نمی‌فهمم چی چیزی هم اما اینی آرگانی موجود است. صنعت‌های تصویری، صنعت‌های نقاشی، هیکل فراشی و چوب تراشی و سنگ تراشی خیلی خوب معرفی می‌شود. خیلی از صنعت‌های بالای این صنعت‌ها کار گرفته شده. اینم کاتدرال شهر البی. خیلی گردشگر هم زیاد است.
کشیدن. خیلی آرام باشید. جالب ساخته شده است. اکنون میفهم در چیز خیلی مراسم و شاه گذرانده می شود. ساعت بینه خیلی ساعتی بایی رنگی. این ساعتی ساعت هاشوش خیلی با جلوتر بود. برادران در داخل کاتدرال یک موزه دیگه است که اینجا پلاکی است، اما نمیفهم چه بسته است. نگه خودی داخل شدن با کاتدرال رایگان است. اینیم همون موزه. سقف میره ببین چیز نقاشی شده است و همش آبرازهای همین دین کاتولیکی است. بخیال ما دین کاتولیکی است. باز این زده کرده پسیم فقط مدام ça cathédrale pour catholique. Oui. D'accord. Oui, c'est les apôtres de Jésus. Oui. Les peintures, ça raconte l'histoire en fait de la Bible. Ah, de Bible. Oui, la Bible. Ah, d'accord. Merci beaucoup. همش از نگاه کتاب بیبل گرفته شده است. تمام یعنی نقش و نگار و بس همه برازها. اینجا مردم چی میگیرن؟ عکس میگیرن. ببینیم که کجا باید بریم. مثلا با ما باشید. برنامه ما جریان دارم. قدمش میزنم. اینجا یک مغازه است که تمام چیزا یعنی کاتدرال فروخته میشه از ایکان و صلیب و چیزای صلیبی فروخته میشه. اینجا اکریلیک هاش و عکس‌ها و چیزاش فروش مونده شده. شش هست ما گردن بند 5 یورو، 6 یورو، 10 یورو، 12 یورو. و این اکریلیک هایی که چی رسما 50 سنت. اینجا هم هست دیسکوی که چی فروخته میشه، دیسکوی کاتولیکی 15 یورو. این هم بردها داخلی کاتدرال عربی فرانسه. دوستان شاید در داخلی کاتدرال اینجا با موزه بودن داخل شدنش 5 یورو.
پنجه را میتونی داخل میشه پیدا بدون چیزای طلایی و همین چیزا رو کلاسیک هم طلایی هاشو نقرگی هاش هم چیزا داره برای تماشا اما ما در اختار نداره میکنم دلیدی همین اصلا همین داخلی کاتدرال قدیم همین بنا ساختگیش یا همین بنا رو چه رقم ده وقت زمان ساختن باور کنید آفرین هم آدمی که این چیزا در اون زمانی که نه کرم بود نه جرثقیل بود نه یگان چی بود همین چیزا گفته گپا که ساخته است این همش با قوای دست با قوای انسان و زور انسان ساخته شده است و خیلی گفتیم با که مغز سرش کار میکرده مردکه دیگه با فکرم که همین قباس است این نوار تاریخی از البی و میریم طرف دیگه جاهای شهری البی و ببینید دیگه چه چیز پیدا کردن میتونیم برای بحر شما با خاطر تماشا کردن. اینم صحنه بیرونیش است کاتدرال یک تی مرکزی دارد درآمدگاه مرکزی دارد و چند درآمدگاه های علاوگی که ما اصلا در مرکزش قرار داریم که هم این طرفش دوستان اینی مناره که کاتدرال شهر البی است قریب 90 چند متر است متاسفانه امروز بسته است گفت در داخلش ترمیم رفته ایستاده است که بگیم ساختمانش چی کنسترکسیون کردن یا که از سر نو بعضی جاهاش ساز کردن در اومدن گفت فعلا ممکن است اجازه نیست این هم گفت که فوق کاتدرال هم مناره بلندترینش ها بالندی در میره هم بلندی تمام شهر رو تماشا میکنه این بیره دوستان این هم کاتدرالی البی فرانسه با ما باشه دیگه میریم طرف داخل شهر این هم کاتدرال از پشت کاتدرال این طرف برادرها خیلی پاییزچه میره و درون شهر همه شهر میگردونه گفتی که تمام شهر مرکز شهر نشان میده بلیتش برای آدمای کلان 8 یورو برای کودکا 6 یورو و برای کودکای مثلا از 6 ساله پایین به پول این پاییز خود این طرف هم برادرها موزه هست این طرف هم موزه تولوز لوترک یکی از حساب نقاشانی برجسته فرانسه است که این موزه به نام هم گذاشته شده است و با ما باشه دوستان بازم برنامه های ما جریان دارن بریم داخل شهر دوستان عزیز ما از کاتدرال بر آمدیم اگر نصیب باشه بریم طرف شهر ببینیم که در مرکز شهر چه چیزای جالب و دیدنی هست و آرکیتکتور شهر هم ببینیم دکان و مغازه ها و کافه و بار و رستوران ها را میبینیم و ببینیم چه چیز جالب که هست شما رو به نوار میکشیم ببینیم چه خیلی کوچه خوب هم تا زیبا دوستان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه ما خیلی طولانی بود و خواستیم بخش اول را همینجور به خاتمه رسانیم و بخش های دیگر نیز برنامه های ما دوام دارد خدا کند که ویدیو پسند شما قرار گرفته باشد کامنت لایک و دلیت را فراموش نسازید و به دوستانتان بفرستید کانال ما را سابسکرایب کنید و به آن ابونه شدن را فراموش نسازید و زنگوله دائمی را برای همیشگی فشار بدهید تا که بیننده برنامه های ما نیز باشید عزیزان شما را به خدای پاک و منان میسپارم خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد تا برنامه های بعدی خدا نگهدار بدرود